سلام. مدتی بود که ویدیو نذاشته بودم برای شما. خب گرفتاری کاری برای همه ما هست، برای خودم هست. یه نکته رو من دیدم که بچه ها دوستان برای رنده های انگشتی کوچیک که لازمه، خیلی هم ضروریه برای روی صفحه و داخل صفحه و اینها، به مشکل میخورن و تو بازار هم هست قیمتاش خیلی بالاست. یعنی الان قدیما خب خارجی بود، از آلمان و اروپا و اینها میومد، ولی الان دیگه ایرانی هم دارن میسازن شبیه همونو، ولی خب قیمتاشون خیلی بالاست. یعنی که دوستان خود ما که من خودم ازش یه مقداری ابزار اینا خریده بودم قبلا و میگرفتم، الان آورده یه ستایی درست میکنن یا 4 تایی درست میکنن، معمولا ستایی 5 میلیون 6 میلیون همینطوری میفروشن. خب گرونه. من به این نتیجه رسیدم که بیام این چیزایی که خودم درست میکنم برای خودم برای شما هم درست کنم. یعنی شما به هر حال نیاز دارید بهش و با قیمت خیلی مناسب بدم بهتون، خیلی ارزون بهتون بدم. نیازی هم نیست شما یه دونه‌شو اگر داشته باشید. الان من این رو بزنم کنار، اول یه دونه‌شو مثلا ببینید، یکی هم که داشته باشید جواب کارتون رو میده. این رنده کوچیک 12 میلیمتره. این 12 میلیمتر یه استانداردی ازش، قطعش هم رو من بزرگ نگرفتم که بتونه تو قوسام دور بزنه. یعنی بعضی رنده ها هست بلندتره نمیتونه داخل سازو خالی بکنه، ولی این میتونه دیگه. این رنده که شما ببینید قشنگ در میاره و در حال این رنده ها رو شما نیاز دارید. من در اختیارتون میذارم. هستش مدل مختلف درست کردم، ولی عباد اندازش طوری هستش که این هم توی قوسا رو میتونه بزنه و هم جنبه تبلیغات نداره، جنبه همکاری داره. واقعیت اگه بخواید بدن که خب اینا همه نمیتونن. یکی از شاگردای من که البته ایشون که من میگم شاگرد، در واقع خودش یک استاد سازه، این آقای احسان رضایی و احسان رضایی معروف تارساز. یعنی تو اینستاگرام اگر شما برید احسان رضایی یا تارساز سرچ بکنید، بهترین تارهایی که تا رو من دیدم ایشون ساخته، بهترین سنتورها رو ایشون ساخته، بهترین ستار و دیگه دوتار اینا رو ایشون میسازه. سنتورهای خیلی خوب، عود خیلی خوب، گیتار خیلی خوب. اصلا سازنده این بچه، این جوان ساخته شده اصلا به دنیا آمده برای اینکه ساز بسازه. که اومد برای ویولون یه مشکلات داشت. البته ویولون که شاگرد من نمیتونم بگم شاگرد، فقط سوال کرد از من، تعدادی سوال کرد، یه چند مدتی میمد سوالاتی میکرد و حالا ویولوناش هم خیلی عالی داره میسازه. این مثلا یکی ایشون که معرفی کردن، برای اینکه یه جوانایی که هستن، کسانی که استعداد این کارا رو دارند، و من توصیه میکنم شما برید پیج ایشون رو ببینید. یعنی اگر چنانچه نیازی به این سازایی هم که ایشون ساخته شده برید، این خودمه، اونم قیمت بالا نمیده، قیمتش مرغوبه خوبه و اینا. این تنها کسی بود که تونست این رنده ها رو خیلی قشنگ بسازه. یعنی رندهش خیلی قشنگ اومد، مال من دید، فقط یه عکس ازش گرفت رفت اونجا، بعد یه من صدا کرد رفتم کارگاهش، گفت این رنده ها رو ساختم خوبه. گفتم خیلی هم عالیه، چرا که خوبه. و بهش فقط توصیه کردم، گفتم کوتاه‌تر درست کن، یه خورده بلند نباشه، بود 5-6 سانتی متر بود، اون 3-4 سانتی کوتاه‌تر باشه که حال ساخته. ولی من امیدوارم شما هم خودتون بسازید. ولی اگر چنانچه نیاز هم بودید تماس بگیرید با من دارم اینجا به قیمت خیلی مناسب میدم بهتون. تا حالا دادم به بچه‌ها، اومدن بردن 500 تومان بردن هر دونه‌شو. خیلی خوب، نیازی هم به 4 تا ندید، به 5-6 میلیون بدید. اینو خواستم بهتون بگم. حالا ان شاءالله که من یک ویدیو دیگه هم گذاشتم برای یه سری کاری که ساده تر بشه و برای ساده تر کردن کارات امیدوارم که سالم باشیم و زنده باشیم و بازم براتون ساز بذارم، ویدیو بذارم. ممنونم ازتون.